سلام، خوش اومدیم به کلیپ دیگه. اسمم میراکی پروف. امروز میخوام بریم سفر عید با خانواده. حالا بریم، میتونم یه ولاگ خوب توش در بیارم. شب اولین ولاگمه، نمیدونم چطوری اصلا ولاگ بگیرم. بریم سراغ ویدیو. جدی من واقعا نمیدونم چی تو ولاگا بذارم. من همون کارهای تو بقیه تو ولاگاشو میکنم، من انجام میدم. الان ساعت 6 صبح داریم ساکار جمع میکنیم، میذاریم تو ماشین. یه چیز باحال نشونتون بدم. خب یه چیز خیلی باحال تو اینستا دیدم، میخوام بهتون نشون بدم. نمیدونم به در میخوره یا نه، به نظرم به در میخوره، ولی خیلی برام جالب بود. بیام بهتون نشون بدم. خب بچه، این که لباس زیر که هیچی، این دوتا تیشرت هم نگاه. این سیو شرتمه، خیلی بالا، درست چروک میشه و خیلی جالبه. مفید نی ولی جالبه، ولی خب مهم نیست. ما اومدیم بم خونه برادرم، میخواد چیزی برداره لباسشو بش بریم. آره مهمه؟ آره. با هم چیزی میگفتم بقیه ولاگ میگن چی میگن؟ نمیدونم. ما منتظریم. منتظر. سلام، روز دومه. دیشب شبش نشون تو دارم، الان روزش هم نشون تو میدم و میخوام بریم سراغ مکان بعدی. افهم دماغ نکن، این میش خراب میشه. ما مستی واقعا قلب. اوه یه تیری هم بستش. خب ما اومدیم یه جایی بهش میگن ساحل صورتی. خب یه رنگش بهتون نشون بدم، یه قرمز یا صورتی طوره. حالا باید از دور بگیرم براتون. کف کرده، کف. وای دریای سیگار میکشه. گفتم برو اون ور. خب اینجا داره که خب چرا دوباره دور میرد میشی؟ خب اصلا آرمین اینجا که اومدیم چی بهش میگن؟ اینجا کوههای مریخی هست یا کوههای مینیاتوری میگن. او مرسی، ممنون از شما. بریم ببینیم یه نما از این کوههای.
خواهی کوچیک کجایی؟ بعد کجایی؟ ما الان در صخره‌های ساحلی ساحلای صخره. بریز ساحلهای صخره. صخره بریز هستیم. خب تموم شد. گوشی نامری. بفهم گوشی نامری. بود کنم قرمه دیگه. اوه آقا برای شما تون میده برای ما تون. واقعا تو نیست شیرینه. ای کسی بابا سوختیم زود باش. آبم به آبم به خدای خوشمزه است. مغز درست میکنه. چرا؟ که مغزش زیاد شد. قیافه چقدر زایه است. اومدیم یه جای به اسم چی؟ گلفشار. اینجا گل میافشانن. یه قنبلیه یه سوراخی ازش گل میزنه بیرون. به این بدبختی داریم ولاگ میگیریم. سابسکرایب کنین. ما داریم ولاگ میگیریم. اینجا کجا بود آرمین؟ اوه خب اینجا تلقی دریا و کویر، یعنی جایی که دریا و کویر دوتاشو خورن به هم دیگه. خب اینجا یعنی اینکه دریای کلن، اینجا که ما وایسیم صحرا، یعنی
شنه و تا او دوردست دور تا دورش آبه، یعنی این وسط شنه که زده بیرون، یعنی نزده بیرون، عقب بوده، حالا عقب بوده یا نبوده نمیدونم. خلاصه همین دیگه. تلاقی چیز دریا کویر. آقا ما رفتیم، خدای خیلی حال داد. یه آقایی بود ماشین رو خراب تو من اومد با بچه کمکمون کرد و خودش هم قایق داشت، ما رو با قایق برد آورد قشنگ یزدانی کمی از اون گرفت، یه حالی هم به اون داد و دور زد، ترکاف کشید وسط جوف کشید وسط دریا. خدای دمش کرد. خیلی مهمونم، خیلی مهمونه نه خیلی مهمونه آدم نوازی هست. نه مهمونای آدم نوازی، آدمای